در گذشته برداشتن موهای زائد یک امر کاملا زنانه بود، مگر اینکه شما یک بدنساز، دوچرخه سوار، شناگر یا یک رقصنده عجیب و غریب مرد بودید. در غیر این صورت موهای بدن شما دست نخورده باقی میماند. دیگر اینطور نیست. بر اساس اطلاعات موجود، تعداد بیشتری از مردان به دنبال حقوق نظافتی مشابه با زنان که همان پوست صاف بدن است هستند. پزشک متخصص پوست، دکتری که مرتباً لیزر موهای زائد را انجام می‌دهد می‌گوید اکثر آقایان لزوماً به دنبال رفع کامل موهای زائد نیستند، اما عموماً برای رفع موهای پشت و روی سینه‌شان اقدام می‌کنند. مورد اول، لیزر موهای زائد. این روش چگونه کار می‌کند؟ با استفاده از انرژی نور لیزر برای نفوذ به بدنه مو عمل می‌کند و ریشه مو را از بین می‌برد. این روش فولیکول را از بین نمی‌برد. بنابراین از نظر فنی موهای دیگری می‌توانند در همان جای خود رشد کنند، اما رشدشان به کندی انجام می‌شود. بنابراین بدان معنی است که نتایج لیزر موهای زائد نسبتاً طولانی است. درمان چه مدت طول می‌کشد؟ تقریباً 30 دقیقه در درمان تا 8 جلسه. مورد دوم، اپیلاسیون. روش کار. موم‌های چسبنده و غلیظی هستند که مبنا و پایه‌اش عسل است. روی این ترکیب موم سویا اضافه می شود. یک لوسیون خامه‌ای که روی پوست گذاشته می شود و فقط به موها می چسبد و نوارهایی از پارچه مخصوص تهیه شده بر روی این مومها گذاشته می شود. هنگامی که مخلوط خشک می شود، تنها در چند دقیقه پارچه ها برداشته می شوند و موها از بین می روند و ماندگاری آن حدود 4 تا 6 هفته است. مورد بعدی که میخوایم بهش بپردازیم الکترولیزه. اما قبل از اینکه بهش بپردازیم لطفاً ویدیو رو لایک کنید. مورد سوم، الکترولیز. روش کار. با استفاده از یک سوزن فوق باریک برای نفوذ به هر ریشه مو صورت میگیرد. این سیستم تکانهای الکتریکی بزرگی را به فولیکول‌های مو منتقل می‌کند و سلول‌هایی را در واقع مو ایجاد می‌کنند را می‌کشد. هنگامی که یک سلول از بین رفت، دیگر به طور کامل از بین رفته است. بنابراین دیگر مو در آنجا رشد نمی‌کند. مورد چهارم، موترش پشت بدن. روش کار. دارای تیغ‌های تیز و صاف به اندازه 1 اینچ و نیم و دستگیره‌های حلقوی که به شما این امکان را می‌دهد که پشت و شانه‌های خود به معنی واقعی کلمه اصلاح کنید. مانند روشی که در هنگام دوش گرفتن از یک برس برای شستن پشت استفاده کنید. برای هر قسمتی از پشت، شانه‌ها یا باسن است. تراشیدن ناحیه تناسلی ممکن است، اما توصیه نمی شود، زیرا تراشیدن این منطقه می تواند عوارض جدی داشته باشد. مورد پنجم، واجبی یا همان کرم های موهای زائد. روش کار حالت کرم مانند دارد که به پروتئین های مو حمله می کند و آنها را در خود حل می کند. این باعث می شود موها بلافاصله شل شوند و ریزش کنند. بهترین کار برای پشت، قفسه سینه، بازوها و پاها است. ممکن است پوست اطراف ابرو و اندام تناسلی برای این روش درمانی مو بسیار حساس باشند. حالا جاش اینجاست که ازتون بپرسم شما چه نکاتی دیگه ای میشناسین که در این ویدیو گفته نشد؟ حتما برام بنویس. در این ویدیو درباره بهترین گزینه‌ها برای رفع موهای زائد مردان صحبت کردیم. در ویدیو بعد میخوایم در مورد تعلیق بیش از حد صحبت کنیم. پس حتما این ویدیو رو ببین.